و این خاطر گویم همون زن نکاحی که صاحب 3 فرزند هستند الکی از این زندگی راضی نیستند و قناعتی که من در اول گفتم در این قناعت از این نعمت قناعت این خواهر عزیز ما محروم است و میخواهد که از این مرد جدا شود. نامعلوم که آینده وی با کی روبرو می شود، نامعلوم که وی چگونه زندگی در روبرو می شود، نامعلوم که این فرزندهایی که از این زن است اینها در کدام روحیت تربیه می یابند. اندیشه این نمی کنند بلکه اندیشه که الحال نارسایی که در زندگی وجود دارد در حال برای من طلاق کن. دادرای عزیز، پدرای عزیز، در هر یک عائله کمبودی ها و پریشانی ها و نابرابری ها وجود دارد، لیکن باید این ما با طلاق حل نکنیم. اینا راه های حل دیگر دارد. حبیب خدا طلاق بدترین حلال ها میگوید. ببین اینجا کلمه ابغض استفاده می شود. بدترین. برای چی این بدترین گفتند؟ زیرا میدانستند حبیب خدا که بعد طلاق کردن حال این زن خیلی بد می شود، حال این مردم خیلی بد می شود. از این خاطر این بدترین حلال ها گفتن پیغمبری خدا. شما تصور کنید که وقتی که دختری شما را همراه فرزندها شوهر طلاق میکند میارد در خانه در نزد شما میسپارد، همون حالت شما کمی اندیشه کنید چگونه حالت است، چگونه منظره خیلی ناخوبه برای شما هست. آیا همین بدترین نیست؟ حالا که حبیب خدا میگوید کدام زنی که برای نرسیدن شرایط یا برای که شوهر او منصب ندارد، پول ندارد، دسترخوان پر از میوه و ناز و نعمت ندارد، اگر برای این شده از شوهر خود طلاق طلب کند، حبیب خدا گفت قسم به خدا گفت بوی جنت به مشام این زن نمیرسد. اگر زنی که از شوهرش ناراضگی بیان کند، از نارسایی طلاق طلب کند، بوی جنت به مشامش نمیرسد. کجا ناز و نعمت جنت برای او بیان کنم؟ بوی جنت که بوی جنت حبیب خدا گفتن از 500 سال راه به مشام انسان میرسد، لیکن به مشام این زنی که از شوهر طلاق طلب میکند به مشام این زن بوی جنت نمیرسد. بسیار باور کنین این التدبیر نصف العیش، با اندیشه زندگی کردن نصف زندگی است. در این فقر و در این ناداری حبیب خدا طاقت داشت. حضرت فاطمه مادرمان دختر حبیب خدا در این فاقه و در این ناداری که چیزی نداشتند در این صبر داشتند. دختر ابوبکر صدیق حضرت اسماء کمبغلی او را کتاب‌ها یاد می‌کند، صبر داشتند. لیکن این خواهر عزیز ما هم ببینید هم از نعمت شوهر محروم، هم از زندگی خوب محروم، هم از راحت جنت محروم. کجا رفته ایستادی؟ این راهی که خود اختیار کردی بسیار راهی نادرست است، بسیار راهی غلط است. و آن محبت و آن ناز و عشوه‌ای که این شوهر با تو دارد هیچ وقت شوهر دیگر به تو این خیل محبت و این خیل زندگی البته برپا نمی‌کند. اگر چیز رنگی زیبا هم داشته باشی. شجاع کرمانی را خدا رحمت و مغفرت کند، دختری داشت میگوید بی نهایت دختری با عبادت بود، دختری بود همیشه پایبند عبادت خدا بود، هیچ وقت به سوی حرامهای پروردگار رهسپار نبود، با هر یک مرد بیگانه سلام و همنشینی نداشت. روز همین شجاع کرمانی را حکایه میکند که برای دختری خود خواست شوهری بیارد. دختر به سین و سالی 18 قدم زده بود،
در حال این شجاع کرمانی از پی شوهر شد. اونها شوهر برای خاطر منصب و مال و ملک نمیکافتند، فقط شوهری میکافتند که شوهری باشد که خدا ترس باشد و با این دختری من زندگی حلال و پاکیزه داشته باشد. اونا این گونه جستجو میکردند. امروز بچه‌دارای ما هم دخترای فقط دولتدار میکاوند، بچه‌دارها هم زنهای بای به دولت میکاوند. فقط همه این به خاطر دنیا هست. به ناگاه میگه شجاع کرمانی در یکی از مسجدها در آمد، نگاه کرد یک جوانی را دید مثل این جوانهایی که امروز در عبادتها قائم هستند، خدا را به نهایت خوب عبادت دارد. یک مدت نزد این جوان نشست. بعد این وقتی که جوان عبادت انجام داد، شجاع کرمانی با او سلام کرد و گفت ای دوستی خدا، گفت دختری دارم و برای او شوهر مناسب جستجو دارم و این عبادت تو و این ستاره تو برای من بسیار معقول آمد، میخواهم که دخترم را در نکاح تو درآورم. این گونه طلب کردن قلنگ ها و این گونه گوی مال و ملکی که امروز دختردارها برای شوهر کردن طلب میکنن، این گونه رسم آیین ها اون زمان وجود نداشت. همه این رسم آیین هایی که الحال در ما پیدا شده است که جوانها دیگر زن گرفتن نمیتوانند، دخترها دیگر سین و سالشون هم به 25 و با 30 میروند، دیگر شوهر کردن نمیتوانند، این گونه قاعده و این گونه رسم ها اون زمان وجود نداشت. میکند که برای دختری خود خاص شوهری بیارد. دختر به سین و سالی 18 قدم زده بود. در حال این شجاع کرمانی از پی شوهر شد. اونها شوهر برای خاطر منصب و مال و ملک نمیکافتند، فقط شوهری میکافتند که شوهری باشد که خدا ترس باشد و با این دختری من زندگی